حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدارگرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حسب جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمانبردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمیابیم. جناب آقای مزروعی ادامه بدن که من وقت سخنران بعدی جناب آقای علی مزروعی، نماینده محترم مردم اصفهان. 5 دقیقه. مجلس شورای اسلامی زمانی میتواند حافظ دستاوردهای انقلاب، مدافع حقوق و منافع مردم، ضامن استقلال و عزت و اطلاع کشور و پاسدار دین و معنویات اخلاق باشد که نمایندگانش در انتخاباتی آزاد، قانونی، عادلانه و به طور مستقیم توسط ملت برگزیده شده باشد. ما در برابر عظمت و بزرگواری شما ملت صبور و آگاه سر تعظیم فرود می آوریم و از تمامی تقصیرها و قصورها در حمل بار امانتی که به ما سپرده اید پوزش می طلبیم و یقین داریم شما که همواره به ملتی کلیم و بلند نظر شهره بوده اید عذر تقصیر ما را خواهید پذیرفت و به ما حق خواهید داد در مجلسی نمانیم که نمیتواند حق شما را استیفا کند و مانع برگزاری انتخاباتی شود که طی آن قرار است ملت نه به نمایندگان واقعی خیش بلکه به انتخاب دیگران رأی دهد. ما یقین داریم راضی نخواهید بود ننگ و نکبت بر باد رفتن جمهوریت نظام به کام اقتدارگرایان اما به نام اصلاح طلبان ثبت شود. لذا اکنون که به دلالت بی‌حاصلی تمامی تلاش‌ها و انذارها و هشدارهای گذشته همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد، قرار گذاشتند مجلس دیگر اساره فضایل ملت نباشد، قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بیواسطه انتخاب نکند و قرار گذاشتند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین داریم و دارید که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد. از این رو استعفای رسمی خود را از نمایندگی مجلس ششم به پیشگاه شما تقدیم می‌داریم. همچنین اعلام می‌کنیم انتخاباتی که با نقض آشکار حقوق بدیهی مردم و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برگزار می شود، انتخاباتی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است، خیانت به آرمانهای ملت در انقلاب اسلامی و لذا فاقد مشروعیت، غیر قانونی و نتایج آن برای ملت پذیرفته نخواهد بود و ما نیز در چنین انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد. همچنین یقین داریم هر فرد یا مرجعی که دل در گرو عزت و سربلندی این کشور و ملت و آرمانهای انقلاب و میراث امام دارد حاضر به برگزاری چنین انتخاباتی نخواهد شد. تاریخ بر حقایق چشم فرو نخواهد بست. همچنان معتقدیم میزان رأی ملت است و تردید نداریم این کلام امام فریب و فسانه نبوده
و حقیقتی انکار ناپذیر است. ما همچنان به نظام جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم باور داریم و میدانیم این خانه میراث همه ماست. چراغش را روشن نگه خواهیم داشت. این متن به امضای 108 نفر از نمایندگان تا کنون رسیده است. من از اون بر بریم پایین. بریم پایین. از اون بر بریم پایین. از اون بر بابا. آره. درود بر امام. اینجا بگو. بس آقای آقای نوالی